بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه با نام و یاد خدا شروع میکنم، چون اعتقاد دارم اگر کاری که با نام و یاد خدا شروع نشه ناقص میمونه. هدفم از برگزاری این وبینار صرفاً یک تلنگر هست به بچه هایی که دائما دنبال تخصص های مختلفی هستن در حوزه آیتی و میخوام بدونن که آخر خطش چیه. یکی فریلنسر هست، یکی کارمند متخصص هست، یکی کنار کارمندی شرکتی میزنه برای خودش، پروژه میگیره و چیزهای دیگه. میخوام بگم آخر چه اتفاقی قراره بیفته براشون و اون بهشت برین کارمندی چی هست. شما زندگیتون به عنوان یک متخصص در هر حوزه‌ای از آیتی، برنامه نویسی گرفته، طراحی سایت گرفته، دیوآپس گرفته، لینوکس گرفته، طراحی سئو گرفته، هر چیزی گرفته، به قبل از این وبینار و بعد از این وبینار برمیگرده. شما بعد از این وبینار یا اینقدر شوک میشید که از دنیا ناامید میشید، یا متوجه میشید در کجای زندگی و چه شرایطی قرار دارید و باید چی کار کنید که موفق بشید، یا اینکه اصلا هیچ تفاوتی نمی کنید که اونا دیگه میتونم بگم آدمایی که بیخیال زندگی هستن. اما یک امیدواری رو همین ابتدای کار بگم، چون آخرش میرسیم به راهکارها. خدا رو شکر تو که اومدی و اینقدر زحمت کشیدی و ارزش گذاشتی که داخل این وبینار باشی، حداقلش اینه که یک بخشی از مسئولیت پذیری که لازم هست تا برای خودت بتونی کار بکنی در آینده رو داری. پس انتخاب کردی، خدا رو شکر. تو این 1 ساعت و نیم 2 ساعتی که قرار صحبت بکنیم، من اول یک تصویری از وضعیت فعلی جامعه میدم، وضعیت فعلی به صورت ویژه اقتصاد ایران بهت میدم و بعدش بهت میگم که چه دروغ‌هایی رو به خورد ما دادند و میدهند جامعه. از اول پدر مادرهای ما، پدر مادرهای اونها، سبک فکری سنتی که پدر ما رو در آورده و وضعیتمون رو به این شکل آورده، توضیح میدم براشون و هشدارهایی که مرتبط با این هستش رو بهتون میدم. من ترجیح میدم که هیچ وقت تو زندگیم رویا فروش نبودم. رویا فروش ها سیستمشون اینجوری هست که میان شما رو خوشحال میکنن، میگن این کارو بکنی تو این وهله زمانی میلیاردر میشی، مثل من میتونی ماشین بخری، خونه بخری. نه، من آدم انگیزشی نیستم، آدمیم که با علم و فکت و در واقع مستند میرم جلو و یک هشدار واقعی میخوام بدم بهتون که چه اتفاقی قراره براتون بیفته و بعد از اون گزینه‌هایی رو میگم که شما به خودتون بیاید. حالا خودتون دوست داشتید برید یک مسیری رو تغییر بدید یا مسیر دیگه ای رو انتخاب کنید و یک تصمیم آگاهانه بگیرید. ولی قبل از اینکه تصمیم بگیرید شما باید شرایط رو درک کنید دیگه. تا من نفهمم چه اتفاقی افتاده، تا من نفهمم صورت مسئله چی است، نمیتونم حلش بکنم که. پس بریم جلوتر. یک هشدار میدم بهتون بچه‌ها، این جلسه حالتون رو خوب نمیکنه. ممکنه بعد از اینکه این جلسه رو در واقع رفتیم جلو بفهمید که چقدر بد زندگی کردید، چقدر اشتباه زندگی کردید. ولی این ترسه موضوع ما نیست. موضوع ما اینه که بعد از این جلسه نتونید اون واقعیت رو بپذیرید. شما باید بعد از این جلسه متوجه این واقعیتی که اشتباه زندگی کردید در واقع متوجه این بشید. من همیشه دوست داشتم حقیقت تلخ رو بگم، نه دروغ شیرین رو. دوستانی که منو میشناسن میدونن که در حوزه آیتی، فناوری اطلاعات آدم تنهایی هستم. تنهایی من دلیل داره چون نمیتونم اکیپ بشم از خون مردم تغذیه بکنم، نمیتونم پکیج بفروشم. هیچ وقت در زندگیم نگفتم با خرید فلان پکیج شما اینقدر درآمد خواهید داشت. هیچ وقت نگفتم درآمد دلاری داشته باشید، با اینکه همه اینا رو خودم دارم. برای اینکه معتقدم این کار دارید گول دارید میزنید سر یه دی، وعده میدید که رویایی که هیچ وقت به حقیقت ممکنه نرسه. پس تلخم. با خیلی ها هم که کلاهبرداری میکنم و رویا فروشی میکنم مشکل دارم. به خاطر همین هستش که میبینید که با کسی نمیپرم. نه وقت دور همی دارم، اینقدر کار داریم، نه وقت همایش دارم و سعی کنید از این فرصتی که براتون به وجود اومدن، اصلا فارغ از اینکه نصیری رو میشناسید یا نه، فکر کنید یک نفر اومده براتون صحبت میکنه، کاری به رزومش ندارید، نمیشناسیدش، فقط ببینید فکت های درستی داره میاره بالاتون یا نه، بعد برید راجعش فکر کنید. خب امیدوارم که آماده پذیرفتن مسئولیت باشید. اگه قراره فکر میکنید که یک وبینار انگیزشی و احساس خوبی هست، نه، حالتون شاید بد بشه آخرش، ولی بمونید.
بذارید حالا وضعیت اقتصادی کشور این هستش یه چند ساعت هم حالتون بد بشه. این وبینار من اسمش گذاشتم گیت کیپینگ. گیت کیپینگ یعنی چی؟ گیت کیپینگ یعنی چه بعضی از افراد هستن در زندگی های دیگران خب یک تلنگری بهشون میده که یه دفعه از اون لحظه زندگیشون متحول میشه، میفهمن او این بود، واقعیت این بود، من چرا این چند سال اشتباه فهمیدم. این وبینار اون گیت کیپینگ است. یعنی ما قراره چیکار بکنیم؟ یک در واقع روال جدید زندگی رو برای 5 سال آینده شما طراحی بکنیم. طراحی که نه، داریم بیان میکنیم، خودتون طراحی میکنیم. ولی این رو بگم به شما، دقیقاً جایی که شما قرار گرفتید من هم قرار گرفته بودم، فقط با این تفاوت که من سالها رفتم مطالعه کردم، هزینه کردم، تجربه کردم، پدرم در اومد تا رسیدیم به این فکت هایی که امروز قراره برای شما بیارم. خب مسئله‌مون هوش یا تلاش نیست. آدمای باهوش قرار نیست همیشه موفق باشن، آدمایی که زیادن تلاش میکنن قرار نیست موفق باشن. ما خیلی خیلی آدمای تاپ باهوشی داریم که تا ابد کارمند هستن، آدمی هم داریم که ببخشید صبح تا شب داره تلاش میکنه، دیگه واقعا تلاش از حدش گذرونده ولی اون چیزی نمیشه. پس نه مسئله درآمدی شما هوش هست، نه مسئله تلاش هست. خب اگه فکر میکنی حالا باهوش نیست یا کم تلاشی، در واقع کم تلاشی، اشتباه میکنی. من توضیح میدم که قرار چی هست. تو باید قوانین بازی تو بیزینس رو بدونی. قوانین بازی توی بیزینس رو بدونی که سیستم نمیخواد تو بدونی. سیستم رو بس بدید به کل دنیا، نه فقط ایران. سیستم قرار تو رو کارمند نگه داره و دلایلش رو جلوتر میگم. خب من قبل از اینکه برم جلو، من چند روز پیش تصمیم گرفتم، فکر کنم هفته پیش تصمیم گرفتم که این وبینار رو برگزار کنم، ولی دیروز توی لینکدین بنده خدایی رو یه پستی گذاشت که فکر میکنم امروز آنلاین شده باشه، چون دعوتش کردم و گفتم جواب مسئله تو امشب تو این وبینار هست. این دوستمون یکی از، میتونم با این شرایط و رزومه‌ای که دارم میدم، یکی از تاپ ترین آدم ها تو حوزه برنامه‌نویسی اندروید، که ضمن این که پنتریشن تستر اندروید هست، یعنی چی میگن سطح، وقتی میگیم پن تستر یعنی کسی که تو حوزه نفوذ اندروید، تو حوزه مهندسی معکوس اندروید، تو حوزه باگاش واقعا آدم تاپی است، یعنی یه لول بسیار بالای تخصصی داره. خب شما حین این میتونید در واقع این متنی که نوشته رو بخونید. این آدم اومده چنین پستی گذاشته، آدمی که میتونم بگم شاید در ایران 5 نفر مثل این آدم نداشته باشیم، شاید 5 نفر هم نداشته باشیم. این آدم مثلا دارم میگم مهندسی معکوس اندروید انجام میده، بایپاسینگ انواع الگوریتم رمزنگاری انجام میده، دامپ کلیدها فوق العاده است. خب اما مشکلش چیه؟ جالبه، میگه من رزومه فرستادم یه جایی ریجکت میشم، نیروی سنیور یا اصلا نیرو تو این حوزه تخصصی نمیخوان. خب به جایی رسیدم که بعد از این همه تخصص که شما الان ممکنه شوکه بشید، میگه میخوام برم اسنپ کار بکنم. واقعا اسنپ شاید به صرفه تر باشه برای من. این تیکه تو ذهنتون باشه، ته تخصص طرف، ته تخصصه، میگه میخوام برم اسنپ کار بکنم. چه اتفاقی میفته که آدمی که اینقدر متخصص هستش به این فکر میفته؟ نمیگم میره تو اسنپ ها، این یک بلوف هست، ولی ناچار میشه تو لولی بسیار پایینتر از تخصص خودش کار بکنه، یا در اصطلاح ما میگیم اوور کوالیفاید میشه. نکته دیگه که بچه باید بهش توجه بکنیم، من داخل این وبینار اگر دارم راجع به تخصص صحبت میکنم، کارآفرینی صحبت میکنم، هیچ دلیلی این نیستش که دیگه نری دنبال تخصص، نرو دنبال برنامه‌نویسی، نرو دنبال شبکه، نرو دنبال امنیت، نرو دنبال باگ بانتی، نرو دنبال سئو، نرو دنبال طراحی سایت. نه، شما باید برید اونجا، اونها رو یاد بگیرید، کارمندیتون رو انجام بدهید تا متوجه یک سری از مسائل بشید که بتوانید برای خودتون کار بکنید. حالا بریم جلوتر ببینیم چی هست. این کیس سناریو تو ذهنتون باشه. خب ببینیم چه داستانهایی رو به خورد ما دادن از بچگی، داستانهایی که به من خیلی خوروندند یا بگیم فروختند. این توهمات رو اول باید بدونید. درس بخون، تخصص بگیر. چند سال هر کدوممون رفتیم دانشگاه، لیسانس بگیر، فوق لیسانس بگیر، به درده هیچی نمیخوره. نمیگم درس نخون، باز نهید بگید نصیری گفت درس نخون، ولی اون چیزی نبود که تصور میکردیم. یعنی میگفتیم درس بخونی، تخصص بگیری، تو موفق میشی. این همه آدم بیکار با مدرک دکترا تو جامعه داریم که دیگه براشون تخصصی نیست. ما الان در ایران ما به اندازه بیشتر از چین، به تناسب بیشتر از چین و آمریکا دانشگاه داریم. یعنی به زبان ساده شده مدرک فروشی. همین الان هر کس دوست داشت تا سطح دکترا با پول
مدرک بگیره میتونه به من دایرکت بده در اینستاگرام، من معرفی میکنم یک مؤسسه‌ای که خیلی قانونی بتونه مدرک دکتراشو بگیره. پس بی ارزش شد دیگه، درآمدی ازش نمیشه. فکت دارم میارم. استخدام شد توی شرکت خوب، قرارداد خوب بگیر، امضا کردی، بیمه شدی، استخدام شدی، تو آیندت خوبه. طرز تفکر استخدامی برای جامعه ما نیست بچه‌ها. ما توی یک جامعه تورمی زندگی میکنیم که امسال حقوقمون با سال بعد که راجبش صحبت خواهیم کرد خیلی متفاوته. استخدام شدن جایی خوبه، کشوری خوبه که ثبات اقتصادی داشته باشه. یه جایی مثل ژاپن ثبات اقتصادی داره، تورمش صفر، اصلا شما دغدغه‌ای از لحاظ در واقع اقتصادی نخواهید داشت. اونجا خوبه. چرا از قدیم برای ما افتاده که استخدام شی؟ در زمان حکومت قبلی مثلا شما اگر کارمند یه شرکت بزرگ میشه، کارمند یه وزارتخونه میشه، درآمدی انقدر، حالا تورم کم بود، درآمدش انقدر خوب بود که یک نفر میتونست خرج این نفر رو بده. الان چی؟ الان دیگه با استخدام شدن این کار نمیتونید انجام بدید. به عنوان کسی که تو بیشتر از 70 80 100 تا سازمان ایران بوده و میتونستم در بهترین پوزیشن های شغلی ممکن که شما در تصورتون میتونید بگید که وای دیگه این ته کارمندیه، توی فلان وزارتخونه فلان میتونستم استخدام بشم، ترجیح دادم استخدام نشم. روحیه شخصی خودم ترجیح دادم استخدام نشم. میتونستم اگر میخواستم از روابطم استفاده کنم، از اون جاهایی که کار کردم، پروژه‌ای انجام، الان من دیگه کم کم یه معاون وزیر بودم. حالا اغراق نکنیم، معاون وزیر رو بودم. اوکی، پس اینم تصور اشتباهی که استخدام شدن در یک شرکت خوب تهشه. داستان این اصلا دیگه فایده ای نداره. خب باز هم دارم این رو تاکید میکنم، نصیری نگفت استخدام نشید برید همون اول کار برای خودتون کار. گفتم استخدام شدن و ماندن. من بحثم ماندن در یک پوزیشن هست. خب ماندن در یک پوزیشن هست. این توهمه تا آخر عمرت 30 سال بپوسی که بازنشست بشی. این بیمه داشته باش، برای آیندت امنیت بذار. چرترین چیزی که گفتم بیمه است. بچه یه فکت جالب بیارم. سال 82-3 مثلا حقوق کارمند مدیر 150,000 تومان تا 200,000 تومان بود. بعد گرم طلا بود فکر کنم مثلا 10,000 تومان، 15,000 تومان. یعنی یه کارمند ساده میتونست در یه کارمند ساده رو بگیرم، نه تازه مدیر ارشد، مدیر بالا 225 تومان میگرفتش. یه کارمند میتونست در ما 10-15 گرم طلا بخره با حقوقش. یه کارمند عادی. من سال 81 تا 82 خب ورزش حرفه‌ای میکردم، تا تیم ملی جوانان رفتم. از فوتبال ماهی 70,000 تومان میگرفتم. همون موقع 7 گرم 10 گرم مثلا طلا میخریدم میذاشتم کنار. بعد میومدی بیمه در ما 14,000 تومان بیمه ازت میگرفتن، یعنی مثلا 1 گرم پول طلا میگرفتن. خب طلا میگرفتن. من یه حساب کتابی کردم که حالا جاش اینجا نیست، ولی حساب کردم اگه از اون سال یه بنده خدایی اون پولی که واسه بیمه داده بود رو طلا میخرید، الان وضعیتش چی بود؟ الان دنبال بازنشستگی بود که همون پولی که سالها داده به خورده بیمه رو بهش قطره چکونی بدن، هیچ وقت هم به اون مبلغ مورد نظرش نرسه. پس بیمه هم یک توهمه، یک داستانی که به ما فروختن. و بازنشسته شو با آرامش. تمام دنیا وقتی بازنشسته میشن حقوقی میگیرن، انقدر ساپورت مالی هستن. اون بازنشستگی با بازنشستگی ایران فرق داره. بازنشستگی ایران تازه باید بره راننده تاکسی بشه با حقوقایی که الان میبینیم. اوکی، این سناریوهایی که براتون چیدم در صورتی خوب است که ما اقتصاد بدون تورم داشته باشیم. ما توی دنیا داخل یک اقتصاد شدیداً تورمی زندگی میکنیم. این مدل درآمدی که به شما گفتم دهه 50 و 60 میلادی بودش تو کشورهای پیشرفته. اگر الان طرز فکرتون این باشه که اینها رو داشته باشید برای همیشه، یعنی من درس بخونم، تخصص بگیرم، 15 سال عمرتو تلف کنی که یه دکترا بگیری، 30 سال عمرتو تلف کنی استخدام یه جای باشی، بیمه بشی، منتظر بازنشستگی باشی، تو محکوم به شکستی. اوکی، اینا داستانه که به ما فروختن. افرادی موفق میشن که ضد این داستانها برخورد بکنن، ضدش فکر کنن، خلافش فکر کنن. بریم جلوتر. تورم شوخی بردار نیست بچه. همین الان که با شما صحبت کردم فکر کنم طلا بالای 16 تومن رفت. احتمالاً چند وقت دیگه اگر وایس رو دارید ضبط میکنید براتون شوخی میشه این قیمت. بچه ما میانگین کف سالی 35% تورم داریم تو سالهای اخیر. یعنی هر 2-3 سال ارزش پول شما نصف میشه.
کم کم نصف میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر 20% امسال حقوقتو میخوان اضافه بکنن، سال بعد تورم مثلا اعلام کردن رسما کم 40 هست، شما چند درصد درآمدت کم شده؟ قدرت خریدت کم شده؟ سقوطت حتمیه دیگه. میدونی تو این جامعه هستی، مثلا بدیهی است. یه مثال بزن. این مثال رو نوشتم، گفتم حقوق شما امسال 20% افزایش پیدا کرده، خیلی خوشبینانه باشه، اما تورم 40% باشه، هر سال 20% فقیرتر میشید. یعنی موفق ترین کارمندها هم همیشه بازنده هستن. موفق ترین کارمندا که جلوتر میگیم دیگه، داریم راجع به متخصصین صحبت میکنیم، نه استثناها، مدیر فلان جا و این. پس تورم رو شما باید ببینید. خب سوال اینجاست بچه ها، الان چرا تعجب میکنید شما وقتی دلار میره بالا 140-50 تومان میشه؟ چرا تعجب میکنید طلا رفته بالا؟ چرا تعجب میکنید اصلا؟ من موندم، چرا شوکه میشید؟ مگه پیش بینی نشده بود چنین چیزی؟ من بهتون میگم که همه چیز پیش بینی شده بود. یعنی شما حداقل طی 4 سال گذشته باید میدونستید که قراره این اتفاق بیفته و براش برنامه‌ریزی میکردید. من حداقل 6 سال 7 ساله میدونم چنین اتفاقی میفته و براش برنامه دارم. از کجا میدونستم؟ اصلا کاری به تحلیل ها ندارم. این جدولی که شما دارید میبینید جدول سازمان برنامه و بودجه است. میگه با وجود تحریم های سازمان ملل، پیشبینی نرخ ارز از سال 1400 تا 1406 این خواهد شد. گفته 404 حداقل قیمت دلار ما 110 تومان خواهد بود. سال کی گفته اینا؟ 1399 این رو گذاشته. یعنی الان، حالا این گفته چی؟ شرایط تداوم تحریم معمول. ما اسنپ بک رو هم داشتیم، اومد روش و چقدر اضافه کرد. من میدونم دیگه سال 1405 طبیعتاً دلار من روی 200 خورده تومان هست. میدونم که با تداوم شرایط فعلی قطعاً در سال 1406 ما دلار 300-350 هزار تومانی رو خواهیم داشت. اصلا شک نکنید، با تداوم وضعیت فعلی ما دلار 350 تومانی رو سال 406 خواهیم داشت. سال بعدم دلار روی 200-230 حداقل. توهم نیست. شما مثل این که فراموش کردید، من چیزی که خودم از روزی که یادم هستش، من سال 87 دلار بود 400 تا تک تومن. خب من سال 93 یه سفری داشتم 10-12 تا کشور رو رفتم گشتم. تو اون 10-12 تا کشور رو گشتم مثلا دلار اون موقع بود 3800 شد 4200. گفتیم 7 تومن بشه فروپاشی اقتصادیه. الان دلار 150,000 تومنه. حالا الان تو این تاریخی که دارم صحبت میکنم 140-150 تومنه. قطعا میره بالا. شما قابل پیش بینیه. حالا یه اتفاقی، همیشه من یه چیزی رو میگم من نمیتونم جلوی جنگو بگیرم، من نمیتونم جلوی تورمو بگیرم، من نمیتونم جلوی هیچ چیزی در سطح اقتصادی و کلان بگیرم. خب من معلول این قضیه‌ام. چیو میتونم عوض کنم؟ خودمو میتونم عوض کنم. که خودکشی که شما میکنید این وسط، این که تو دنیای کارمندیتون قطع میشید، در واقع گیر میکنید. کارمند حقوق بگیر هر کاریش بکنی وابسته به حقوق دیگه. اما کارآفرین چجوریه؟ کارآفرین میگه امسال این اتفاق افتاد، سال بعد این کارو میکنم، میدونم سرمایه‌مو این کارو باید بکنم، میدونم پروژه‌مو باید این کارو بکنم. قرار نیست هر کسی کارمند در واقع کارآفرین بشه. من لول ها و تخصص های مختلف رو میگم بهتون چی هستش، اما سخت جریان. بریم ادامه ماجرا. یه 2 تا 4 تا بکنیم. حقوق فعلیتون اگر میخوای محاسبه بکنید، الان چند میلیون تومان حقوق میگیرید؟ قدرت واقعی خریدتون چقدر با این پولی که میخرید؟ 5 سال بعد با همین مدل 20% حقوقتون اضافه بشه، شما خودتون میتونید حساب بکنید که چه اتفاقی خواهد افتاد. بچه با این بودجه‌ای که تعریف کردن 2-3 روز پیش و احتمال زیاد تصویب خواهد شد، سال بعد ما نصف بیشتر کارمندهامون میرن زیر خط فقر. زیر خط فقر خواهند رفت کارمندهامون. حالا میتونی خودتو دروغ بدیم، یه درست میشه بالاخره. این درست میشه پدر خیلی‌ها رو در آورد. بگذاریم، هنوز داریم میترسیم. دروغ به نام امنیت شغلی. اصلا واژه امنیت شغلی توهین به شعور خیلیاست. امنیت شغلی وجود نداره بچه‌ها. چرا فکر می‌کنید چیزی به نام امنیت شغلی باید وجود داشته باشه؟ شرکت ها آدم هایی که حتی
حتی متخصص باشن، حتی متخصص، اصلا به صورت ویژه متخصص، زمانی که دچار چالش میشن حذف میکنن. در وهله اول آدمای گرون رو حذف میکنن. یه زمانی ما یه چیزی داشتیم به نام استخدام رسمی تو ایران. الان سالهاست چیزی به نام استخدام رسمی به اون شکل وجود نداره مگر به صورت موروثی در شرکت نفت. الان شما جایی هم بخواید استخدام بشی، یا پروژه‌ایه، یا قرارداد موقته، یا تمام وقته، یا تعدیل، یا یه چیزیه تو این مایه ها. خب پیمانی فلان 100 جور اسم داره، ولی دیگه چیزی به نام کارمند رسمی ندارید که بخواد اخراجش سخت باشه. بچه‌ها شما فوق تخصص هم باشید، اگر جایگزینتون با نیروی ارزونتر، با قیمت ارزونتر پیدا بشه، حذف خواهید شد. فوق تخصص هم باشید، دیرتر حذف میشید. اوکی؟ اتفاقا نیروهای متخصص سریعتر جایگزین میشن. چرا؟ مثال دارم میگم، من با آبدارچیم دارم 10 میلیون تومان میدم، به نیروی متخصص مایکروسافت هم دارم ماهی 50 تومان میدم. خب اگر یه نیروی متخصص مایکروسافت بگیرم که با 30 تومان بتونه کار من رو راه بندازه، استخدامش میکنم. ترسناکتر شد نه؟ امنیت شغلی وجود ندارد. امنیت شغلی وجود ندارد. شما ممکنه همین فردا از کار بیکار شید. هنوز تو فاز ترسوندنی ما بچه‌ها. هنوز تو فاز شوکی. عجله نکنید. هنوز مونده. اگه تخصص کافی بود چطور بود؟ آقا من دوره مایکروسافت رفتم، سیسکو رفتم، میکروتیک کردم، فلان 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 فلان. اگر کافی بود، بهترین متخصصین ثروتمندترین ها بودن دیگه، غیر از اینه؟ ولی متوجه میشه که نه. آقا مگه بیل گیتس بهترین برنامه نویس دنیا بود؟ مگه مالک آمازون بهترین بازاریاب دنیا بود؟ مگه 100 تا مثال اینجوری میتونیم بزنیم. مگه مالک های کسب و کار الزاما سوادشون از متخصصین یا کارشناسا کارمنداشون بیشترن؟ مگه زرنگترن؟ مگه بیشتر تخصص دارن؟ نه. اونا فقط فروشنده های بهتری هستن که راجع به این صحبت میکنیم که اصلا یعنی چی فروشنده و چه چیز رو میتونید شما بفروشید. پس تخصص به هیچ عنوان کافی نیست. بچه‌ها من کی به این موضوع پی بردم؟ من سال 95 اواخر 96 که ما اومدیم چند تا بحث منتورینگ و خانه استارتاپ بود و چند تا در واقع از این چی میگن سرمایه گذارهای کشور بودن. ما به عنوان منتور میرفتیم اونجا که استارتاپ ها رو قضاوت کنیم. به عنوان استارتاپ بودیم خودمونم دیگه. اونجا تازه من متوجه این تلنگر شدم. با خودم مقایسه کردم، دیدم من با یک جمعی افتادم که اینا بهترین کارآفرین های ایران بودن. با خودم گفتم اینا عجب آدمای خفن و با تخصصی ان و چقدرم خلاقن. رفتم دیدم اینا اصلا ببخشید خیلیشون حتی بلد نبودن یه SMS بفرستن با گوشیشون، ولی مولتی میلیاردر بود. چرا؟ اون فروش بلد بود، بازاریابی بلد بود، محصول داشت و صدها نفر پرسنل متخصص باهوش با تخصص داشتن براش کار میکردن. حالا چه اتفاقی؟ سواله اینجا چرا اون موفقه؟ چرا من انتظار دارم به تخصصم پول بدم ولی نمیدم ولی اون موفقه؟ واقعیت اینه که بازار بچه‌ها به مهارت پول نمیده. بازار به مهارت پول نمیده، هر چقدر هم تمیز باشه. بازار به حل مسئله پول میده. شما اگر یک برنامه نویس، یک مثالشو اینجا میذارم چون الان یادم افتاد، شما یک نرم افزاری می نویسید که نیاز در واقع یک رستوران، یک سوپرمارکت رو برای حسابداری برآورده میکنه. اون کسی که اون نرم افزار رو استفاده میکنه هیچ اهمیتی نمیده که بانک اطلاعاتی که داری توش کار میکنی مای اسکیول یا اسکیول سرور یا نو اسکیول داری استفاده میکنی، پرفورمنس تیونینگ روش انجام شده یا نه، دات نت یا اس پی یا فلان کوفته، کاری نداره. میگه پشتش یه فایل متنی باشه کار منو راه بندازه. یکی از نقاطی که کارشناسا متخصصها داخل تلش میفتن، تله اینه که دائم باید آپدیت کنم، داخل این تله میفتی تا عمر داری درگیر بروزرسانی میشی. یعنی زبان برنامه‌نویسی پایتون اومد برم پایتون جدید یاد بگیرم، نسخه جدید جاوا اومد برم جاوا رو یاد بگیرم، وای سی شارپ نسخه 13 اومد برم سی شارپ 13 رو یاد بگیرم که چی بشه؟ واقعیت بازار میگه که نرم افزاری که الان کل بازار سوپرمارکت ها و فروشگاهی های ایران رو گرفته، اسم نمیارم ازش،
هنوز داره با VB.net کار میکنه که واسه 30 سال پیش داره کار میکنه، میلیاردی هم درآمد داره، هیچ اهمیتی هم نمیده که به روز رسانیش بکنه. اون مسئله رو حل کرده، تو درگیر مهارت تمیزی. میریم جلوتر میگیم حالا نباید مهارت داشته باشیم، نه، باید مهارت داشته باشید، اما از مهارتتون درست استفاده بکنید تا کار خودتون را بندازید. یه تلنگر بهتون بخوره از این موارد که بهش میگیم پیدا کردن باگ بازار، خیلی هست. شما باگ بازار رو باید پیدا بکنید. مسئله براتون پول میاره، در غیر این صورت مهارت براتون پول نمیاره. عذرخواهی میکنم. بریم سراغ بحث بیمه. یه خلاصه راجع به بیمه بگم. بیمه توهم نجات بچه‌ها. بیمه چیزایی که پوشش میده: مرگ، حادثه و بیماری، هزینه‌های درمانی. اونم چی؟ بیمه به درد عمش میخوره. میگه اگه عمل میخوای بکنی سالی یه بار عمل، الان نمیدونم بیمه آخرین باری که من سرما خوردم رفتم آزادش با مثلا چه میدونم بیمه بودنش 100,000 تومان تفاوت میگه. اصلا برای من مسخره بود. خب چرا بیمه کردم اصلا؟ الان مثلا چه میدونم یه عملی میخوای انجام بدی، میگه بیمه تکمیلی نداشته باشی فلان. حالا بیمه تکمیلی چیه؟ سالی 14 میلیون 20 میلیون باید بدی تا بیمه تکمیلی شه. چیز مسخره ای. هزینه‌های درمانی هم نمیده، حادثه بیماری هم نمیده، خیلی اوقات ماشینت هم اتفاق بیفته حتی هزینه ماشینت هم نمیده. فقط کلیاتو دارم میگم، نمیگم بیمه نکنید، دارم اینو بهت القا میکنم که تو ته ذهنت وابسته به این نباش. بیمه چه چیزی رو پوشش نمیده؟ بیمه هیچ وقت فقیر شدن تدریجی شما رو پوشش نمیده. بیمه هیچ وقت شما رو از تورم عقب نمیندازه. هیچ وقت پول کافی در بازنشستگی برای زندگی روزمرت نمیده. الان برید بازنشسته های جای مختلف ببینید چقدر دارن میگیرن. به ندرت پیش میاد پولی بگیرن که بتونن باهاش زندگیشون رو انجام بدن با خیال راحت توی سن بالا. اوکی؟ بیمه چیکار میکنه؟ بیمه فقط تضمین میگه فقیر نمیمیرید، یه بخور نمیری داری. خب اوکی؟ هیچ بیمه ای نمیتونه شما رو از سیستمی که علیه شماست نجات بده. این یادتون باشه، این جمله کلیدیه. هیچ بیمه ای نمیتونه شما رو از سیستمی که علیه شماست نجات بده. همینا رو برای ما چیده رو بچه‌ها، نمیخوام توهم و توطئه بگیرم، اما در واقع ما داریم توی یک سیستم بردهداری نوینی زندگی میکنیم. کاش برده بودیم. برده ها جای خواب، غذاشون، آبشون، برقشون اینا رایگان بود، همه در اختیارشون قرار میگرفت، یه پولی میگیرن. الان ما بردهداری نوین هستیم. یعنی چی؟ یعنی مالیات رو جدا میگیرن، با تورم مالیات میگیرن، ازمون بیمه میگیرن، ازمون مالیات ارزش افزوده میگیرن، ازمون کرایه خونه میگیرن، ازمون حق آب میگیرن، برق میگیرن، فلان میگیرن، تنفس میگیرن. یعنی تو یه دفعه میای به خود میگی آقا ما بردهدار نوینیم و بردهداری نوینیم. واقعا انقدر از ما دارن میگیرن که نمیتونیم هیچ وقت با ساختار فعلی جلو بریم. کاری به خارج از ایران نرم، اونا هم برای خودشون موضوع داره. من دارم راجع به ایران صحبت میکنم. بریم ادامه ماجرا. اینم یه تلنگر دیگه. اما بچه بزرگترین مشکلی که ما آیتی من ها داریم این است: توهم تخصص. توهم تخصص یعنی چی؟ اینو من اول قبل از اینکه بریم جلو، توهم تخصص بزرگترین دروغ جامعه آیتی. میگه از هر 100 تا متخصص قوی در حوزه آیتی، آماری که هست، بیش از 80% میرن کارمند میشن. یعنی چی؟ یعنی درگیر اون تورم خواهی شد، درگیر اون بی‌ارزش شدن کارت خواهی شد. 80 نفر این اتفاق میفته. 15 نفر فریلنسر میشن. فریلنسینگ چیه؟ خوبه، شروع کن، برو جلو. اما بچه‌ها هر شغلی رو خواستید انتخاب کنید و برای همیشه استفاده بکنید، خودتون رو توی 60 سالگی تصور کنید. خودتون رو توی 60 سالگی تصور کنید توی موقع شغلی. آیا توی 60 سالگی همچنان دنبال این هستی که یه باگ از یه سایت پیدا بکنی که یه پولی بهت بدن؟ آیا هر روز منتظر این هستی که یک پروژه بهت بدن طراحی سایت انجام بدی؟ آیا هر روز منتظر این هستی که در واقع فریلنسینگ یه جور کارمندی برای دیگران هست؟ یکم با کلاس ترشه. اسمش اینه که زمانت مال خودت، آقای خودتی. نه، نکنید. باز محمد نصیری گفت نکنید فریلنسری، نکنید. نه، من دارم میگم همه اینا جایگاه خودشونو داره. شما نباید عمرتون رو صرف اینها بکنید. من 12 سال کارمندی کشیدم، من 5 سال فریلنسینگ انجام دادم در کنارش، ولی اومدم جز 5% قرار گرفتم. تو اون 100 نفر 5 نفر میان درآمد مستقل واقعی ایجاد میکنن. یعنی یک سیستم پایدار درآمدی برای خودشون ایجاد میکنن که آقا من محمد نصیری الان میخوام برم تفریح، میخوام برم ماهیگیری، پا میشم میرم فردا.
همین امشب پا میشم میرم، دغدغه‌مو ندارم، درآمدم کم نمیشه. چرا؟ یه سیستم درآمد پایدار برای خودم درست کردم، نیاز ندارم از کسی در واقع اجازه بگیرم. بچه‌ها یه موردی رو بگم شاید بهتون بر بخوره ولی واقعیته. آیتی منها کله‌شون رو کردن تو برف. متخصصین آیتی کله‌شون رو کردن تو برف. یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی غیر از تخصص خودشون رو نمیبینن. هیچ چیزی غیر از تخصص خودشون نمیبینن. میکروتیکی کله‌شو کرده توی برف، میگه دنیا فقط میکروتیکه، هیچ چی غیر از میکروتیک آدم نیست. سیسکویا کله‌شو کرده تو برف، هیچکی نمیفهمه ما سیسکویا کل دنیا رو داریم میچرخونیم. مایکروسافتی همینجور، لینوکسی همینجور، هیچکی آدم حساب نمیده. برنامه نویسه اصلا میگه کسی غیر از من نمیفهمه دنیا رو، من تخصص دارم. و واقعیت ماجرا این هستش که چه اتفاقی افتاده؟ شما هیچ مشکل و مسئله ای رو از بازار کار حل نکردید که بخواد پول و درآمد بالا باشه. چه اتفاقی میفته؟ 40 سال 50 سال میشه میگی بابا من ته تخصص مایکروسافت، لینوکس و دیوآپس و هک و این چیزام، اما چرا یه درآمد بالا نمیره؟ برای چی باید بره بالا؟ نیاز یک شرکت این بوده که آقا شما در حد یک کارشناس امنیت عمومی باشی. حالا رفتی 100 تا دوره SOC و رد تیم و بلو تیم و این چیزا هم دیدی، در اصطلاح اوور کوالیفاید شدی. اوور کوالیفاید یعنی کسی که بیشتر از نیاز بازار کار تخصص داره. این افراد معمولا افسردگی میگیرن. چرا؟ اون موردی که ابتدای کار گفتیم. اینا میرن تو بازار کار میبینن که چه اتفاقی افتاده. تخصصشون اینقدر زیاد هست، هر روز یاد گرفتن، ولی بازار کار این رو نمیخواد. میگه شرمنده‌ام، من نمیتونم به تو 200 میلیون حقوق بدم. میخوای بیا با 50 تومن کار کن، میخوای با 60 تومن بیشتر نمیتونی کار بکن. افسردگی میگیره دیگه، بهش میگن اوور کوالیفاید شدن. این آخر کارمندیه بچه. این آخر کارمندیه. یعنی اون دوستانی که عزیزانی که هر روز دنبال یادگیری یه تخصص جدید، از سیسکو میپریم مایکروسافت فلان، از مایکروسافت میپریم دیوآپس، از دیوآپس میپریم برنامه‌نویسی، از برنامه‌نویسی میپریم اندروید فلان فلان فلان، آخرش میشن اوور کوالیفاید. اگر برای خودشون کسب و کاری راه نندازن. یعنی شما جلوتر میگیم بهشت برین کارمندی ایران رو نشونتون میدیم. یعنی ته 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 کارمندی تو ایران که بالاترین میزان حقوق داره چه وضعیتی داره و قرار هست چه اتفاقی بیفته. پس شما اوور کوالیفاید خواهید شد با تخصص‌های مختلف و آندرپید. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت به اندازه‌ای که واقعا لیاقتت هست بهت حقوق نمیدن. جریان همون دوستمون میشه که میگه من برم اسنپ کار بکنم. واقعیت ماجرا اینه که اگر قرار بود تخصص برابر با پول باشه که دریافت میکنید، خفن ترین برنامه نویس های دنیا باید ثروتمندترین افراد دنیا بودن دیگه. درسته؟ آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ ولی میای نگاه میکنه میبینی نه. فروشنده و بازاریاب هایی که بازار رو درک کردند پولدار میشن، ثروتمند میشن. یا نمیگم ثروت چون این واقعا از اون کلماتی، از تورم جلو میفتن یا برابر با تورم رشد میکنن. این فکت دیگه رو باز با خودتون تکرار بکنید. واقعیت اینه که توی بازار شما مشکل آدم پولدارها رو باید حل بکنید تا درآمد داشته باشید، یا مشکل عموم مردم رو باید با یک تکنولوژی حل بکنید، مسئله رو حل بکنید تا پول براتون بیاد. خداوندگار تخصص باشید ولی مشکلی رو از بازار کار حل نکنید، میشید یک کارمندی که منتظر حقوق ماهیانش است. اما بیایم ببینیم آخر خط کارمنده بدون بازار شخصی چیه. الان شما هر حوزه تخصصی که در نظر بگیرید در ایران یک بهشت برین داره، یعنی آخرین لول شغلی که میتونم پیدا بکنم اگر بازار شخصی نداشته باشید. سناریوی رویایی شما چیه؟ من یه برنامه‌نویس تازه کار اول بشم، بعد بشم برنامه‌نویس سنیور، بعد بشم لید تیم، بعد بشم مدیر فنی. بچا ته 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 برنامه‌نویسی رو میگم، بعد شبکه رو میگم، بعد امنیت. حالا نمیخوام همه حوزه رو بگم ولی کلیاتش. من با برنامه‌نویسی میرم جلو چون خیلی بیشتر مخاطب داره، ولی شبکه هم همینه. ته این که یک پوزیشن شغلی بتونی بگیری تو ایران تو حوزه برنامه‌نویسی چیه؟ شما میشی سر تیم برنامه‌نویسی شرکت اسنپ، سر تیم برنامه‌نویسی شرکت دیجیکالا، سر تیم برنامه‌نویسی تپسی، سر تیم برنامه‌نویسی سازمان بورس، سر تیم برنامه‌نویسی فلان. اوکی؟
این تهشه دیگه. آقا دیگه کارمند بالاتر از این نداریم تو ایران. اوکی؟ واقعیت آماری چی میگه؟ حالا چقدر حقوق میگیری دیگه؟ اون سرتیمه مثال دارم، اون سرتیما داریم حقوقای تا 600-700 میلیون بچه برنامه نویس داریم 600-700 میلیون میگیری، ولی تو جزء اونا شدنش یک فاکتوری داره. گوش بده، این واقعیت آماری رو درک کن. استثناها رو فراموش نکن. استثناها رو فراموش نکن. نرم با استثناء فرق داره. اون کسی که سرتیم دیوآپس اسنپه هر چی بگن پول میده بهش، چون اون اپلیکیشن اسنپ وابسته به اون آدمه. واقعیت آماری میگه توی ایران از لحاظ فنی ما نزدیک به 500 تا صندلی واقعی داریم که حقوقای بالا بگیرن، بالای 100 میلیون. بالای 100 میلیون ها، عدد رو بچه نریدو، من دارم چیزی 500 تا واقعیت شغلی تکنیکال داریم که بالای 100 میلیون میره. من کاری نه به رابطه دارم، نه فامیلمون دارم، نه چیز. واقعیت یه آدم فنی بدون رابطه به واسطه اون تخصصش 500 تا صندلی. حالا این 500 تا دارن حقوق خوب میگیرن که متناسب با تورم ایران میتوانند زندگی نرمالی داشته باشن. خب اما در ازای اون 500 تا صندلی واقعی 50,000 نفر متقاضی واجد شرایط داریم، یعنی برنامه‌نویس با تجربه بالا. ببینید 500 تا جایگاه 50,000 تا متقاضی هستن که اون شرایط رو میتونن داشته باشن. تخصص اگر اون سرتیم بخواد سرکشی بکنه، زیاد بخواد اذیت بکنه، عوض میشه. با یکم چالش عوض میشه، یعنی دیگه تاپشو دارم میگم. شانس واقعی شما 1% هست که به اون در واقع سناریو یا به اون تاپ لول کارشناسا برسید. حالا یه فکت دیگه بگم بچه‌ها، معمولا شرکت‌های عظیم که خیلی تاپ هستن در حوزه تکنولوژی، چه ایران چه خارج ایران، این نیروهای 500 تا صندلی رو اصلا از دست نمیدن که حالا منتظر باشی بگیریشون. اصلا از دست نمیدن. خیلی به ندرت پیش میاد که چنین موقعیت‌های شغلی پیش بیاد که آقا من به خاطر این انقدر پرداخت کنم. پس توهماتتون رو بذارید کنار، واقعیت‌ها رو داریم. حالا من نصیری گفت نه دیگه خیال نکن تو قرار نیست اتفاقی بیفته به این رتبه برسی. اینا نه آقا، میتونید برسید. من نگفتم نمیرسید، ولی بهشت برایش هم گفتم. من به عنوان شخصی که تا این شرایط رسیدم، جز این 500 تا صندلی بودم سالها، زندگیمون به شانس 1% نمیسازم. یه استراتژی منطقی تر برای زندگیم در نظر میگیرم. اوکی؟ استثناء رو فاکتور بگید. الان یه عده با خودشون میگن آقا من یه فامیلی دارم باگ بانتی کار میکنه، $100,000 گرفته. بچه‌ها بهترین باگ بانتر کارهای ایران که میشناسمشون و دارم باهاشون کار میکنم دارن. بله، یکی از دوستان من الان باگ بانتی کار میکنه و $110,000 باگ بانتی گرفتن از مایکروسافت، یکی از تاپ ترین نفوذگرهای ایرانیه. اما همین دوستمون هم دائما دنبال یک فاکتور هست، درآمد قابل اتکای دائمی. من ممکنه یک بار $100,000 به دست آورده باشم. $100,000 چقدر میشه؟ الان میشه 15 میلیارد. بچه 15 میلیارد یه خونه است تهران دیگه، یه خونه نرمال تهران دیگه، یه خونه، یه جایی که بتونی بهش بگی خونه. بعدش چی؟ آیا هر سال و هر ماه و هر هفته میتونی باگ این قدری بزنی؟ یه استثناست. پروژه دلاری چند هزار دلاری میشه؟ بله میشه. هر 1000 نفر یک نفر میتونه یه پروژه چند هزار دلاری بگیره، چند ده هزار دلاری. اما آیا دائمیه؟ یه شرکت خارجی استخدام بشه با حقوق بالا، رقابت کنه با کل دنیا، شانس داشته باشه. بله، این استثناء رو کنار بذارید بچه‌ها. اگر میخواید منطقی بریم جلو دیگه، استثناء رو بذارید کنار. زندگیتون رو بنای استثناء نذارید. یه چیزی رو دیگه با شرافت دارم این رو میگم، همیشه گفتم این پکیج های درآمد دلاری از شبکه هست، همیشه گفتم فریلنسینگ شبکه یه چیز چرتی. واقعیت ماجرا اینه که ببین میتونم بهتون بگم درآمد $20 $100 $200 چجوری داشته باشید از فریلنسینگ خارجی ها، خب اما واقعیت رو دارم میگم، این اصلا درآمدی نیست که روش بتونید حساب بکنید $100 $200. من به عنوان کسی که خب الان فکر میکنم نزدیک تو این 25 سالی که دارم کار، نزدیک 40-50 هزار تا دانشجو داشتم. از این 40-50 هزار تا
حداقل 10% مهاجرت کردن. از این 10% حداقل 1% 2% هستن که با من همچنان ارتباط دارن. از طریق این واسطه من تونستم توی شرکت خارجی مثلا به عنوان اون رفته اونجا اول صحبت کرده، مشکلشون با من مطرح کردم، من مشکلشون رو حل کردم، به من اعتماد کردم، بعد شروع به همکاری کردیم. آیا من میتونم بیام پکیج آموزش درآمد دلاری برای شما بدم؟ نه، من جز اون 1%م. پس راهکار خودم رو نمیتونم به شما بیام بفروشم. شما الزاما محمد نصیری نیستی که بیای شناخته شده باشی این کار رو انجام بدم. من نمیتونم رو عنوان پکیج دلاری بفروشم. الان این اتفاق افتاده. طرف میره $2 درآمد کسب کرده توی سایت فریلنسری، بعد میاد پکیج درست میکنه آموزش درآمد دلاری. من بهتون اطمینان میدم اگر واقعا درآمد دلاری حداقل تو شبکه رو دارم میگم میشود در حوزه‌های دیگه داشته، اما به اون 1% نرسید. با برنامه‌نویسی بهتر میشه. حالا ما همه اینا رو گفتیم آقا نکنیم این کارو. من هیچ چیزی بکن نکن نکردم اینجا. یعنی نگفتم درس نخون، نگفتم کارمندی نکن، نگفتم فریلنسینگ نکن، نگفتم جایگاه شغلی 1%. من دارم فقط میگم احتمالات و واقعیت رو دارم بررسی میکنم. نصیری حالمون رو بد کردی، نصیری الان افسردگی گرفتیم، نصیری نمیدونیم چیکار کنیم. گوش کنید. فعلا گوش کنید. اصلا به جایی اصلیش نرسیدیم. پس زندگیتون رو تومه نکنید، قمار نکنید، یک استراتژی داشته باشید. خودتون رو تو این وضعیت تصور کنید بچه. سنتون 45 سال شده، جوانیتون از دست رفته، انرژیتون کمتر شده. من محمد نصیری واقعا اگر تو سن بین 18 تا 27 سالگی میتونم بگم 10 برابر انرژی الانمو داشتم. مسئولیتتون 2 برابر شده در 45 سالگی. بچه دارید، خانه دارید، خانواده دارید، والدین دارید، باید به همشون برسید. رقابتتون شدیدتره. بعد تو 45 سالگی نمیتونی بگی من متخصص مایکروسافتم بعد بیای لات بازی هم در بیاری برای رئیست. یه جوون 25 ساله بدون رزومه با استعداد بیشتر میاد جایگزینت میشه. به این فکر کردید تا حالا؟ وقتی سنت میره بالا، چرا میگم همیشه خودتون رو تو 50 60 سالگی تصور کنید ببینید آیا همچنان این کار رو خواهم کرد یا نه. اون موقع شما دارید با یه عده جوان رقابت میکنید که انگیزشون از شما بیشتره، دغدغه هاشون از شما کمتره، حقوق کمتری میخوان و میخوان بیان وارد بازار کار بشن. پس اندازتون همه چیزو تورم خورده. کارمند بودید دیگه. اگه الان 30 سالته، این تصویر، این ویژنی که دیدی تصویر آینده توه. تصویر آینده توه. شما با خداوندگار تخصص بودن 8تون گروه 9تونه. بچه ببخشید واقعا دارم این رو میگم. من بغض میکنم بعضی این چیزا رو میگم. خیلی با خودم کلنجار رفتم که بعضی از این حرفا رو بزنم. شاید انتقال یا بحث تزریق ناامیدی باشه برای خیلی‌ها، چون شاید مراحلی که میگم و خیلی‌ها نتونن انجام بدن، ولی گفتم بذار واقعیت رو بگم. درسته ممکنه تلخ باشه، ولی اگر 1% آدما بتونن آگاه بشن، حداقل من کار خودمو کردم. من فقط میخوام خودتون توی این سن تصور بکنید. هر کاری که الان دارید انجام میدید رو تصور کنید که توی سن 50 سالگی 60 سالگی هم دارید انجام میدید همین کاری یا نه. با همین مدل انجام میدید یا آیندهتون میخواد فرق بکنه. خودم هم دارم تصور میکنم این رو، ولی خدا رو شکر من خیلی تصوراتم فعلا مثبت‌تر است. بچه تخصص ها تاریخ انقضا دارن. آقای برنامه نویس، ببخشید من برنامه نویسی رو بیشتر مثال میزنم و بچه ها ممکنه شبکه کار باشن، اما اولویتم بچه برنامه نویس هم واقعا، خب که خیلی مدعی تر از بچه های شبکن توی کار خودشون. تکنولوژی ها چقدر عوض شدن. درسته ما خیلی از آدم ها رو داریم تزریق توهم دارن میکنن در فضای اینستاگرام و جاهای دیگه. خودمون سلبریتیشون کردیم، داره تزریق توهم میکنه. طرف به عمرش کارآفرینی نکرده، کارش اینفلوئنسر بودنه. بعد به شما چیزهایی رو میگه که باورناپذیره. بچه تکنولوژی ها هر روز میان،
هر روز میرن قدیمی میشن. شما هر 3 تا 5 سال میتونیم بگیم تکنولوژی‌ها تغییرات اساسی دارن، مخصوصا تو حوزه برنامه‌نویسی، طراحی سایت. حالا شبکه و سیسکو و اینجور چیزا خیلی کمتر، لینوکس خیلی کمتر. هر چند سال باید بشید با تکنولوژی به روز. به آیه 60 سالگی هم میتونید با تکنولوژی به روز بشید. فقط تو حوزه طراحی سایت ما یه زمانی پیور جی اس داشتیم. هر سال یه پلتفرم میاد، ریاکت جی اس، انگولار جی اس، ویو جی اس، نکست جی اس، جی اس. انواع جاوا اسکریپت ها، تکنولوژی جدید میاد. هر روز باید به روز کنه خودتو. الان ای آی اومده، به راحتی میشه خیلی چیزها رو تغییر داد. ای آی زندگی رو متحول میکنه. اما یه خلاصه اگر بگم فعلا، چون مبحثمون نیست، بچه‌ها ای آی خیلی به ما کمک خواهد کرد، به افرادی که قرار هست کارآفرین بشوند، به افرادی که قرار هست کار خودشون رو راه بندازن. چرا؟ شرکت هایی رو شما میتونی راه بندازی در چند سال آینده، نمیگم الان داره آزمون ختم، ولی سرعت با این تکنولوژی که دارم میبینم، من چند سال بعد میام تعریف میکنم برای یک هوش مصنوعی، میگم چنین نرم افزاری میخوام و اون تعریف من تبدیل به کدهای بی ای با نقص و منظم یه اپلیکیشنی میشه که استفاده کنیم. یعنی فاصله ایده تا اجرا خیلی پایین میاد. پس این مزایای هوش مصنوعیه. میتونیم خیلی سریع ایده هامون رو به بازار منتقل بکنیم. این رو باید در هوش مصنوعی ببینید، نه اینکه جای برنامه نویس رو میگیره. شما قرار نیست برنامه نویس بمونید، شما قرار نیست لینوکس کار بمونید، شما قرار نیست دیوآپس کار بمونید، شما قرار نیست چه میدونم او کار بمونید. شما قرار هست کاری رو بکنید که در ادامه میگم، قرار هست یک مسئله رو حل بکنید. تا این مسئله رو پیدا نکنید که به واسطه این هستش که شما داخل یک در واقع سیستم کارمندی رشد کرده باشی، جامعه آماری رشد کرده باشی که این خلاها رو درک بکنی، نمیتونی اون مسئله رو پیدا بکنی. اوکی؟ خب بچه‌ها، چیزی که دارید میبینید، این وبینار امشب، هزینه‌اش یه عمر زمان من، یه عمر انرژی گذاشتن و چند سال دیرتر اومدن در حوزه تجارت هست. در واقع من الان میتونم بگم بیشتر از این که متخصص هستم، مدیر و فاوندر هستم و دارم تجربیاتمو منتقل میکنم. حالا میگم بعضی اوقات میگید چرا دوره هاتون دیر میاد، چرا دوره هاتون اینقدر، یا چرا اینقدر دورهاتون کامله، متوجه میشید. جلوتر میگم دلیلش چی است. و این رو در نظر بگیرید، هر بار که تکنولوژی جدید میاد و میخواد شما یاد بگیرید، سن شما صفر نمیشه. اما بریم سراغ باگ اصلی متخصصای آیتی. من میفهمم، بقیه نمیفهمم. سرتون از توی برف بیارید بیرون. دنیای بیزینس با دنیای تخصص فرق داره. دنیای بیزینس با دنیای تخصص فرق داره. دیگران بازار رو میفهمن، شما هر چقدر تکنولوژی میفهمید، اون بازار رو فهمیده، اون پول در میاره. شما باید بتونید فروش انجام بدید. فروش برای آدمای بی سواده. باید یاد بگیرید. از بازاریابی میترسی، متنفری. بچه ما سالها توی توسین سوال اسمش موقع آیتی پرو بودش، میگفتیم بازاریابی یعنی چی؟ ملت باید از توی اون قار ما رو پیدا بکنن، بیان چیز ما رو پیدا بکنن. ما کیفیت دوره هامون فلانه، کیفیت اجناسمون فلانه. غرور کاذب فنی پیدا کرده بودیم دیگه. میگفتیم ما فنی برای وای. ما هر سال میومدیم، چون نرم افزاره توسینسو رو، تیم دیولپمنت توسینسو، برنامه‌نویسی توسینسو بنویسیم، هر سال میومدیم این بحثو میکردیم که امسال باید کل تکنولوژی‌های سایت عوض بشه. ما 7 سال 7 تا نرم افزار عوض کردیم تو سایتمون. اصلا کاربر متوجه نمیشد نرم افزار ما عوض شده. اصلا رو بیزینس فکر نمی‌کردیم. بعد اومدیم دیدیم آقا درجا داریم میزنیم. ما چرا درجا میزنیم؟ از زمانی درجا زدن ما تموم شد در مجموعه که ما متوجه شدیم آقا بازار باید بفهمیم. ما یه چیز، یه خلأ دانشی داریم که توی بحث فنی نیست. توی بحث فنی نیست. غیر فنیه. اوکی؟ یکی از دلایلی که من اصلا اومدم تو اینستاگرام، من تا قبل از این که اصلا من اینستاگرام درست کردم که فوش بدم به دیگران. عذرخواهی میکنم البته، ولی واقعا یه عده اومدن به من توهین کردن تو فضای مجازی. اینستاگرام اینش بده دیگه. آدمایی که متخصصن دارن زندگیشون میکنن، دارن کارشون میکنن، دارن پولشون رو در میارن، توی فضای مجازی دسترسی به رسانه ندارن. دیدم آقا مثلا من پروژه فلان بانک رو انجام دادم،
این از دم درش هم رد نشده، بعد زده مشاور فلانجا. بعد میرفتیم میدیدیم آقا این آدمی که بی سواد، رزومه نداره، اصلا از دم در فلانجا رد نشده، دارش میگن بهش دارن میگن خدای فلان خدای فلان. بعد دیدم منو نمیشناسن اونجا. متوجه شدم عیب من اینه که من بازاریابی نکردم. چرا من محمد نصیری رو نمیشناسه ولی طرف مثلا دارم ایکسی رو میشناسه و میگه فلانی، نقل قول میکنن ازش که وای آقای جیمی میم، خب آقای جیمی میم اینو گفته، وای الهه لینوکس ایرانه، پدر لینوکس ایرانه، و هیچ کدوم از خودشون سوال نمیپرسن من تا حالا رزومه این آدم رو دیدم کجا کار کرده، چرا میپرستمش، تا حالا به فکتی فکر کردم که اصلا این کجا بوده. تو داری راهکار بازار کار و کسب درآمد از کسی میگیری که خودش به عمرش کار نکرده. پس منم مجبور شدم یه مقدار بیام تو حوزه بازاریابی و برندینگ کار بکنم و این که بعضی اوقات داد و بیداد میکنم و این چیزا و غرغر میکنم و اینا رو حساب این بذارید که بالاخره ما هم نمیخوایم از بازار آیتی حذف بشیم. بچه‌ها شاید شما بیاید بگید آدمای خاکی فلانن اینجوری، من هر چقدر خاکی تر باشم مثل اون دوستان عزیزانی که مهاجرت کردن از ایران رفتن توف میکنن گل میشن. جامعه ترسناکیه، جامعه بدیه. اگر بخوام خاکی بمونم، داد و بیداد نکنم و شما ممکنه به من بگید آدم مغروریه، آدم فلانیه، آقا من مغرور بودن رو ترجیح میدم به حذف شدن. چند نفر رو میشناسید تو ایران که مدرس لینوکس قهار بوده باشن؟ من دوره‌های لینوکس هم هست، تابو شکنی‌های لینوکس ایران رو من گفتم بهترین دوره‌ها رو. مدرس مایکروسافت قوی بوده باشن، مدرس هک و امنیت بوده باشن، مدرس دیوآپس بوده باشن، برنامه‌نویسی کار کرده باشن، دیتابیس کار کرده باشن، سئو کار کرده باشن، مدیریت آیتی کار کرده باشن، ال کار کرده باشن، بل کار کرده باشن، والله اگر پیدا بکنی تو همشون میتونم ساعت‌ها بشینم براتون صحبت بکنم که الان دارم راجع به یه موضوعی صحبت میکنم که موضوع تخصصی آیتی نیست. من الان دارم راجع به توسعه فردی، بازاریابی و کسب و کار راجع به صحبت میکنم. مثلا کسی میدونست من تو این حوزه میتونم نظر بدم؟ چیزایی که داره میگیم کجا شنیدید؟ عمرن 100 سال و متخصصا نمیدونن، اصلا به این موضوع فکر نکردن، چون به ضررشونه. اونا باید دورهشون رو بفروشن. باید بگه با دوره من میتونی کسب درآمد کنی. یه دوره هلپ دسک رو بهتون 10 میلیون بندازه و تو نفهمی هلپ دسک بودن حمالی بودن تو شبکه یعنی چی. ببخشید اینجوری دارم میگم، هلپ دسک 6 ماه باید هلپ دسک بشه بعد جابجا بشه. بگذار بهش چی میگن؟ توهم دانایی و من میفهمم دیگران نمیفهمن. بهش میگن اثر دانینگ کروگر. اون دوستانی که کانال این رشد من رو دارن، پادکست ها، اونجا فکت های علمی که راجبش صحبت میکنم تو حوزه توسعه فردی و خیلی از این انگیزشی‌ها رو میزنم میتونه کنم. یکیشو راجب دانینگ کروگر به زودی توی پادکست صحبت میکنم. هر چقدر توی حوزه متخصص تر باشی بیشتر فکر میکنی تو همه چی متخصصی. مثلا دارم میگم من آدم من اصلا آدمی نیستم علاقه داشته باشم به ترید کردن و این چیزا. کلا به این بازار معتقد نیستم و اساسا فکر میکنم یه بازاری که یک شبه نابود خواهد شد، هیچ چیز بنیه نداره. هیچ وقت رفتم کنجکاوی کردم، یاد گرفتم، در حد یک هفته کارهای انجام دادم، فقط در حدی که بدونم. ولی جالبه اونی که ترید میکنه طوری القا میکنه لینوکس میدونم، مایکروسافت میدونم، سیسکو میدونم، تخصصا رو میدونم، اصلا یه جور دیگه ای. چرا؟ خودشو بالا میدونه. همون باگیه که متخصص آیتی رو تو دام کارمندی نگه میداره. نمیتونم بازاریابی کنم، درجا میزنه، از فروش میترسم، غرور کاذب دارم، فکر میکنم تخصص فنی کافیه. بازار به چیز دیگه ای نیاز داره، حل مشکل واقعی مشتری. تکرار کنید، حل مشکل واقعی مشتری. اما نصیری از کجا زندگی تغییر کرد؟ من این رو بگم بعد یه 2-3 دقیقه میام باتون گپ میزنم. نقطه تغییر زندگی نصیری از کجا به وجود اومد؟ از اینکه فهمیدم که نمیدونم. آقا فهمیدم که نمیدونم. آقای نصیری غیر از مباحث فنی بشین یه چیزای دیگه هم یاد بگیر. من از سال 95-96 بچه‌ها تخصصی نشستم کسب و کار خوندم. برای کارم بازاریابی خوندم. برای کارم سیستم سازی خوندم. برای کارم مدیریت مالی خوندم. برای کارم مدیریت سرمایه خوندم. باورتون نمیشه شاید الان منی که اینجا نشستم باید دارم این چیزها رو به شما منتقل میکنم حداقل 1 میلیارد هزینه آموزش کردم. حداقل فقط پارسال همین موقع من $3000 پول یک دوره مدیریتی دادم. رفتم با افرادی سر کلاس من نشسته بودن، یعنی سر کلاس من که نه، سر کلاسی که من بودم،
بزرگترین کارآفرین‌های ایران بودن. با اینا وقتی میشینی صحبت میکنی این نتیجه رو میگیری من از اینا خنگ‌تر نیستم، چقدر خنگم بعضیاشون. واقعا چنین تصوری پیدا میکنی. متوجه شدم آقا کنار کار باید یه سری چیزای دیگه یاد بگیری. بازار رو یاد گرفتم کنار تخصصم. فهم نیاز واقعی. اومدم سیستم سازی رو یاد گرفتم. سیستم سازی یعنی چی؟ یعنی یک درآمد تکرار شونده. من دیگه نیاز نداره درگیری یک چیزی بشم، میسازمش، کمکش میکنم، واگذارش میکنم به یک مدیر و میرم سراغ بیزینس بعدیم. سیستم سازی کارهای تکرار شدنی رو هم، این یک تفسیر دیگه از سیستم سازی که زیر مجموعه مدیریت هست، اینه که کارهای تکرار شونده رو خودکار بکنیم، درگیرش نشیم. باعث میشه بسیار زمانتون صرفه‌جویی بشه. من دوره اینا رو رفتم، دوره بازاریابی رفتم. بله همین الان پشت سر من نگاه کنید، نصف این کتابایی که این پایین میبینید تقریبا کتابای بازاریابی و سیستم سازی. اما جالبه بدونید من تو آیتی اصلا چنین کاری نمیکنم یا خیلی به ندرت پیش میاد. چرا؟ من باگای قشنگتری رو تو اون دوره از کارآفرین‌های مطرح کشور دریافت کردم. باگ‌های قشنگتری رو پیدا کردم و تونستم از اون درآمدهای بهتری داشته باشم و تونستم از تورم جلو بزنم. یه چیز قشنگی که در بحث کارآفرین‌ها دیدم این بود، قشنگش این بود. بچه تو اون جمع هیچ کس قرقر نمی‌کرد که طلا گرون شد، جنگ شد، فلان شد. همش دنبال راهکار بودن. همش دنبال راهکار بودن. یعنی میگفت خب یه پیرمردی بود اون موقع، جالب بود. پیرمرد میگفت مثلا ما میگفتیم تا وقتی امنیت هست میشه این کار کرد، تا وقتی فلان. گفت ما زمان جنگ هم درآمد داشتیم. جالبه همه دنبال ولع ترسشون هستن، اونا دارن کسب درآمد میکنن. من طرز تفکرم با رفتن سر اون کلاس عوض شد. تغییری که ایجاد شد چی بود؟ آقا ما دیگه به قول خودمون تو مجموعه میگفتیم بچه کد بهتر نزنیم. این بازار چی میخواد؟ این بازار چی میخواد؟ بازار رو تولید کن. خب این سوال رو داشته باشید. الان میام توی تالار گفتمان، استاپ شیرینگ رو میزنم، میام اینجا. چند نفر میدونم من شغل واقعیم چیه؟ خب من چت رو باز میکنم. اول بگید که تا اینجای کار چطور بود، تا من یک لیوان آب جوش بردارم بیارم اینجا. خب چطور بود تا اینجای کار؟ 850 نفر آنلاین شدن. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خب اسلاید رو امیدوارم البته درسته دیگه. اسلاید شو الان 17 نصف اسلایدها تقریبا رفته. بریم ادامهش بریم. ترانزیشن. خب اسلاید شو from current. خب شما الان دیگه متوجه شد تلنگر رو من اینجا خوردم. این تلنگری بود که در زندگی من خورد که آقا شما میتونید تغییر بکنید و اون دیگه نقطه عطف زندگی من شد. یعنی اصلا فکر کردم آقا من سرم رو از داخل برف اومدم آوردم بیرون. حالا ببینیم چه اتفاق میفته. چرا بعضی جلو میزنم؟ ببینید دو نفر بچه تصور کنیم. یکی تخصصش فوق العاده بالاست، مهارت فنیش خیلی عالیه، فروش بلد نیست، درآمدش طبیعتا محدود و ثابت. یکی تخصصش خوبه، مهارت فنیش خوبه، بازار رو میفهمه، درآمدش بالا و در حال رشد. میگه مثال زدم اون نرم افزار فروشگاهیه. بازار به حل مسئله پول میدهد، نه به رزومه درخشان. بچه من الان سال‌هاست رزومه اصلا وقت نکردم آپدیت کنم، اصلا به دردم نمیخوره. رزومه برای من قرار چیکار بکنه؟ چرا؟ حالا الان دوستایی که میدونم من یه زونکم رزومم از شرکت‌ها و سازمان مختلف. وقتی پول نباشه به چه درد میخوره؟ من الان تو ایران چرا اصلا پروژه مشاوره قبول نمی‌کنم، پروژه قبول نمی‌کنم؟ شده پاکت مانی. من یه چیزا فراموش کردم. از 5-6 تا درآمدی که وجود داره یکیش هم این هستش که من 2-3 تا شرکت خارجی رو باشون کار میکنم به عنوان CISO و حل مسئله. یک باگی رو ما توی یک سازمانی پیدا کردیم. این باگ این بود که تیم‌ها حرف هم رو نمیفهمیدن. توی یک سازمانی، یک شرکت حوزه کشتیرانی توی اروپا هستش. یعنی تیم دیوآپس، تیم برنامه‌نویسی، تیم طراحی سایت، تیم شبکه، تیم لینوکس، تیم مدیریت آیتی، اینا حرف هم رو نمیفهم. من نقش حرف جمع کنیم وسط مشکل اینا رو حل میکردم. یکی از کارهایی که انجام میدم. خب و در این حال شما بهترین برنامه‌نویس دنیا باشید، باید مهارتتون رو به زبان بازار ترجمه کنید و به دست مشتری برسونید. حالا بریم 4 تا مدل درآمدی رو تو دنیا بررسی بکنیم. کارمند دیگران. شما ابزارید دیگه، هر چی اون بگه میگید، چه ایران چه خارج ایران. کارمندید.
سر ماه منتظر حقوق. کارمند خودتون، آها، اینو بهش میگن فریلنسینگ بچه‌ها. فریلنسینگ یعنی چی؟ کارمند خودتون بودن. یعنی تو دائم باید دنبال این باشی از یکی دیگه یه پروژه بگیری تا درآمد داشته باشی. مثل دکترها، مثل وکیلها، کار نکنن، زمان نذارن، پول ندارن. بده؟ نه، خوبه. اما اگر زمان نذاری درآمد پسیو نخواهی داشت، آزادی رو نخواهی داشت. در اصطلاح میگن کارمند خودتونی. اما دو مدل برنده. مدل کارآفرین سیستم میسازه، اون چیزی که به شما گفتم، و درآمدش تصاعدی میره بالا. بچه مثال دارم میزنم. من از سال 1398 من جامپ زندگیم بود دیگه. 1398 من 98 تا الان 6 ساله. توی 6 سال من اولین خونم رو خریدم، اولین ماشینم رو خریدم و توی این 6 سال خدا روش، حالا من نه آدم ثروتمندی هستم نه چیزی، فقط میگم من مدلی که ساختم رو دارم میگم. من از ماشین نداشتم، خونه نداشتم، به جایی رسیدیم که الان مثلا دارم میگم 3 تا، حالا الان میتونم بگم امروز میتونم بگم 4 تا ماشین دارم، اسمش چیه، 2 تا خونه دارم، ویلامو دارم، سفری میخوام برم راحت بدون دغدغه. ثروتمند بودن نیست، ولی من از تورم جلو زدم. من الان دغدغه خرید یک جنس رو ندارم، فاکتور رو نگاه نمیکنم. میتونم بگم یک آدم متوسط رو به بالا محسوب میشم الان. خب نمیام بچه برم تو ماشین اجاره‌ای بشینم و فلانه. نه، من 4 تا مدل ماشین چینی دارم که 0 کیلومترن. خب چینی های مختلف، نیام بگم الان لند کروزر داری فلان داری. میتونم برم الان یه دونه مرسدس 250,000 تا کارکرد بگیرم تو فیلمام بذارم. نه، من عادت دارم ماشین رو هر سال عوض میکنم، 40 تا 30 تا کار میکنه عوض میکنم. خب اینو میخوام بگم، زندگیم رو از تورم جدا کردم. سیستم مالیم، سیستم سرمایه گذاریم بچه، این فقط درآمده نیست، اینکه مدیریت درآمدم داشته باشی رو یاد باید بگیرید. همه اینها سافت اسکیل های کنار تخصص شما. و بچه ها چرا اینقدر رو تخصص و بچه های آیتی مانور میدم؟ میتونم به جرئت بگم بچه های آیتی خلاق ترین آدم هایی که میتونن کسب درآمدهای فوق العاده داشته باشن در حوزه‌های مختلف. بچه کسی که باگ بانتی میکنه، هک و نفوذ انجام میده، کارش پیدا کردن آسیب پذیری است. من یه عمر به این فکر کردم که من آسیب پذیری های سیستم های پیچیده رو پیدا کردم. من کار بازرسی امنیت انجام میدادم، باگ از سازمانا در می آوردم. آیا نمیتونم باگ یک کسب و کار رو در بیارم؟ خیلی راحت تر است. محتوایی که تو سیستم های مدیریت مالی و مدیریت چه میدونم منابع انسانی و این چیزا 10 سال یکسانه، 15 سال یکسان، اصلا تغییر نمیکنه. من اینکه دائم تو تکنولوژی بروز شدم میتونم خیلی از خلاهای بازار رو پیدا بکنم، روش برنامه‌ریزی بکنم. اینه. خب گفتیم فقط سطح 3 و 4 معمولا از تورم جلو میزنن، سطح 1 و 2 معمولا عقب میافتن. معمولا اگه سطح 1 و 2 باشید، هر چقدر تلاش کنید نمیتونید از تورم جلو بزنید، چون درآمد شما محدوده به در واقع به زمانتون هست. حالا چرا سیستم شما رو کارمند میخواد؟ اینو خیلی سریع ازش برای. سیستم شما رو کارمند میخواد. چرا؟ چون قابل پیش بینی. هر روز سر کاری چیکار میکنی، آخر هفته چیکار بکنی، کی بری مسافرت، کی چیکار بکنی، تفریحت کی، همه این قابل پیش بینیه. این برای یک سیستم مدیریت جهانی مناسبه. آدم کارآفرین زمانش دست خودشه، کارش دست خودشه، کجا بودن جای خود. قابل جایگزینیه. بچه کارمند قابل جایگزینیه. بری یکی دیگه جاتو میارم. سیستم نباید به هم بخوره. بازار شخصی نداره. شما به شرکت وابسته اید. شما به شرکت وابسته اید، نه برعکس. شما حقوق دارید میگیرید، نخواد اخراجتون میکنه، تمام. این کل دنیا همینه. دیروز یه پستی رو توی لینکدین یک خانم منتشر کرده بود که توی شرکت طراحی سایت توی ایران کار میکنه. میگه بابا من این هفته مثلا 10 تا سایت زدم، فلان زدم، ولی حقوقم مثلا 40 تومن 50 تومنه. همینه همه جای دنیا. یا واقعیت بازار همینه یا باید بیشتر بهم بدن. من همش گفتم واقعیت بازار همینه. شما باید برای اون شخصی کار بکنید که خلاقانه تر فکر کرده، ریسک پذیرتر بوده، شرکت رو زده و خودش رو از نقطه امن جدا کرده. ولی اگر بازار شخصی داشته باشید قابل کنترل نیستید. سیستم میخواد شما رو تو قفس نگه داره. بچه من واقعا دیدید بعضی اوقات راجع به سری چیزا نقد میکنم، انتقاد میکنم، حرف میزنم تند و تیز، مراعات هیچ کس هم نمیکنم. چرا؟ چون من میگم قرار نیست از کسی پروژه بگیرم که بگم حالا یه روز ممکنه با هم کار بکنیم، پس نقد میکنم، پس میزنم.
اوکی؟ پس حرفهایی رو از من میشنوید که جای دیگه نمیتونید بشنوید. چرا؟ چون من اگه این حرفا رو بزنم تمام، الان همین حرفا کلی عواقب داره دیگه. خب اما گفتیم تا رسیدیم مسیر منطقی خروج از کارمندی. حالا میخوایم از کارمندی خارج بشیم. مسیر منطقیش کجاست؟ رودمپش کجاست؟ بچه اینه. فاز 1 باید تخصص به دست بیارید. تا میتونید باید تخصص اصلا من میگم تا 20-25 سالگی، حتی تا 30 سالگی فقط تخصص به دست بیار. هر چقدر میتونی از هر نوعی، برنامه نویسی یاد بگیر، شبکه یاد بگیر، امنیت یاد بگیر، دیوآپس یاد بگیر، سئو یاد بگیر، هر چی میتونی تخصص یاد بگیر. اصلا کاریت به بازار نباشه. یه مهارت هم توش اکسپرت شو، یعنی به اون بشناسنت. پس چی؟ حرف نقض نشد. آقا شما باید یه تخصصی یاد بگیری، اصلا فارغ از بازار کار. یه تخصص خوب یاد بگیر تو حوزه تکنولوژی. 10 تا تخصص جانبی کنارش یاد بگیر. اصلا محدودیتی نذار براش. چه اتفاقی قرار بیفته؟ حالا باید بری فاز تخصص رو به دست بری کارمندی کنی. باید کارمندی کنی، بله. چرا؟ برای اینکه بتونی باگ رو پیدا بکنی. شما حداقل 2 تا 3 سال باید بری کارمند یه جا بشی. بچه‌ها من اینقدر سازمان‌های مختلف 6 ماه، 7 ماه، 5 ماه رفتم کار کردم، باورتون نمیشه. خب یعنی فکر کنم لیست کنم بالای 20 تا سازمان من 4 ماه، 3 ماه، 2 ماه رفتم کار کردم. یه پروژه‌ای رو انجام دادم، کسب تجربه کردم، اومدم بیرون. چرا؟ فاز 3 مد نظرم بود. من هیچ وقت بچه‌ها از روزی که یادمه دوست نداشتم دائم برای کسی کار بکنم. من پدرم موقعیتی داشت که میتونست منو جایی بفرسته. خیلی از اقوام میتونستن منو جای مختلف بفرستن. خودم دوست نداشتم. من 2 بار، و این نیستش که بگی یه شرکت زدم موفق شدم. من قبل از اینکه مجموعه آیتی پرو که موفق ترین مجموعه بود و بعد از اون اصلا جامپ ما شروع شد و بزنم، 2 تا شرکت دیگه داشتم. یه شرکت سال 86 7 زدیم که قبلا استوریشو گذاشتم، توزیع پشتیبانی شرکت‌های هوایی، همین خدمات هوایی و این چیزا بود. بعد یه آموزشگاه تو تجریش زدم. همه اینا قبل از خدمتم بود. فاز 3 از همه چیز مهمتر هست. بچه ایده خروج شما از بازار کار این کشف باگه. شما باید توی این چند سال و این حوزه تخصصی توی فاز 3 یک باگی رو پیدا بکنید که بازار بهش پول میده. یعنی تا اینجا هر چی بوده یاد گرفتی، تخصصی کنار، مثلا اینجا چیزی نداره. این باگ خلاقیت شماست، این نوندرای شماست. مهمترین سکشن قضیه شما اینه. باگ بازار رو پیدا بکنی. باگ بازار برنامه‌نویسی رو پیدا بکنی. باگ بازار برنامه‌نویسی یعنی در واقع یک اپلیکیشن خوب بتونی تولید بکنی. باگ بازار لینوکس رو پیدا بکنی. باگ بازار سئو رو پیدا بکنی. باگ بازار، چقدر از این انواع باگ من میتونم 100 تا مثال بزنم از استارتاپ های موفق ایرانی فقط که با یک کشف باگ میتونم بگم زندگیشون رو بستن. بعضی وقت با یک کشف باگ زندگیشون رو بستن. میتونیم بگیم که الان اینجا، الان حرفش درسته، ولی تحریم اینجا نعمته. خیلی از این باگ ها به دلیل نبودن، الان بچه یه مثال بزنم از یک کشف باگی که یک نفر رو، یک مجموعه رو مولتی میلیاردر کرد. شرکت ایرانی کارت اومد از چی استفاده کرد؟ یه باگ پیدا کرد. ایران تحریم، کسی نمیتونه خرید بین‌المللی انجام بده، من میام براش خرید بین‌المللی انجام بدم. با همین باگ سوپر میلیاردر شد. بسه. مثلا همین یه باگ کافی بود. یه شرکت تو شرکت خارجی ثبت کرد، اومد این کارو انجام داد. بازم باگ داریم. آله مثلا اولین سایتی که اومد خرید رسمی از آمازون رو استفاده کرد، گفت از آمازون میخرم برات میارم تو ایران نمایندگی نداره. یه سایتی بود برای مالتینا. آقای مختاری فر بچه کرج هم هست، ما این رو زمانی که تازه راه انداخته بودش با هم دوست بودیم میدیدمشون. باگ قشنگی پیدا که الان بسته خودشو دیگه. آقا همه میخوان از آمازون سفارش بدن، میرن مالتینا با خیال راحت سفارش میدن. الان چند تا کشور دیگه هم اضافه کرد. باگ استفاده کرد، ریسکش رو پذیرفت، اومد بیرون، کارآفرین شد. خب بچه کشف باگ کردن میزنم بیرون از شرکت؟ نه، شما کشف باگ میکنی، باز هم همچنان کارمندی. حداقل 6 ماه، ممکنه تا چند سالم طول بکشه، اصلا محدودیتی نداره. تا زمانی که این باگت رو تبدیل به یک محصول بکنی یا یک خدمت بکنی. خدمت میتونه تخصصی باشه، میتونه چیز دیگه باشه. در کنار شغلش
در کنار شغل کارمندی این رو به عنوان یک درآمد جانبی تا 1-2 سال بسازید. میشه کسب و کار شخصی. یعنی من محمد نصیری مثال دارم میگم، حالا باگ نمیتونم بگم، من خلأ حوزه آموزش رو پیدا کردم. من یک تابو شکنی در حوزه آموزش انجام دادم دیگه. اومدم آموزش طنز و کمدی رو آوردم توی آیتی. قبل از ما اصلا چنین چیزی نبود. خب آموزش طنز و کمدی رو آوردم تو حوزه آیتی. توی سبکی که همه دنبال جدیت بودن، من اومدم شوخی کردم با آیتی. ولی من در کنار چند تا کسب و کار دیگه هم مثلا داشتم اونجا، کسب و کارهایی که درآمد جامعی داشتم، ولی به اندازه این نمیتونستم منو ساپورت کنم برای خروج از محل کارم. مثال دارم میگم، من سالها ترابل شوتینگ انجام میدادم. یعنی شرکت ها وقتی به پی سی میخوردن، سازمان ها وقتی دیگه به آخر خط میرسیدن تو مشکلات مثلا مایکروسافتیشون، نصیری بود که اسمش میومد، میرفتم حل میکردم. فکر میکنم هر 2-3 ماه یه بار یک باگی میخوردن که این باگو من میرفتم اون زمان مثلا 2-3 تا سکه میگرفتم هر سری میرفتم. الان کاری ندارم سکه چقدر شده، ولی واقعا مثلا من یه خاطری دارم، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران دوران خدمتم بود اصلا. خب 5 نفر کسی که سرتیفیکیت مایکروسافت هم بشه اومدن گفتن آقا 700 تا 1000 تا کلاینت بود، همه باید فرمت بشن، از اول عضو دومین بشن. من اومدم یه روز جمعش کردم، اون موقع 3 تا سکه گرفتم مثلا. هرچند به عنوان درآمد جامعی اما دائمی نبود. بهترین چیزی که اون موقع پیدا کردم این بود که خلأ آموزش ویدیویی رو پر بکنم و اومدم آموزش آیتی به زبان طنز رو راه انداختیم، با شرکامون این کار رو انجام دادیم، بعد توسعهش دادیم، بعد اومدیم بیرون. بعد 4 سال ما جدا شدیم از مجموعه. یعنی من همچنان آیتی پرو که راه انداخته دادم، از 89 تا 93 من کارمند بودم. 93 کامل کندم اومدم بیرون دیگه، فقط متمرکز روی این شد. الان 10 سال تقریبا، بیشتر 10-11 ساله که دیگه واسه خودمون داریم کسب درآمد میکنیم توی این حوزه. 6 ساله 5 ساله که اومدم یه کار 3 تا کار دیگه راه انداختم کنار کارم. درست شد؟ و این رو باید در نظر بگیرید بچه‌ها. تا زمانی که درآمد جانبیتون به اندازه‌ای نرسیده که بتونه از حقوق کارمندیتون بالا بزنه، از کارتون بیرون نباید بیاید. یعنی هر کاری که میکنید اون آستانه فاز 5، خب حقوقت رو باید در واقع داشته باشه. یک نکته دیگه، اگر میخواید جدا بشید از مجموعه که فاز 6، شما 6 تا 12 ماه نیاز دارید که مغزتون راحت باشه. مغزتون راحت باشه، یعنی فکر دغدغه‌ای درآمدی نداشته باشید. من تا 6 ماه 8 ماه فقط میخوام رو کسب و کار جدیدم سرمایه گذاری بکنم. خب وقتی این 6 ماه 8 ماه نقطه آرامش ذهنی توه. اگر این رو نداشته باشی کارت سخت، نمیگم نمیشه ها، کارت سخت‌تر میشه. در نهایتش میرسی به این، خودش پروسه ای داره حالا، ولی میانگین کلی مسیر بچه 3 تا 5 سال با برنامه‌ریزی درسته. رویا فروش بودم میگفتم امشب پکیج من را بخرید، 1 ماه تبدیل به کارآفرین شوید. این چیزی که به شما گفتم مسیر منطقی خروج از بحث کارمندی هست، نه شانس نه بخت آزمایی. این روالی هست که با برنامه‌ریزی، سیستم سازی و اجرای مستمر به نتیجهش خواهید رسید. اما بچه‌ها ما فقط تو این کشف باگ بازار ساعت ها میتونیم صحبت کنیم، اما شما یک خلا هم دارید. یکی از خلاهاتون بحث روانشناسیه. خب روانشناسیه. شما قفل کارمندی خورده بهتون. من هنوز، احتمالاً خانم توتونچی الان توی جلسه هم باشن، خانم توتونچی شخصی بود که من سال 85-86 وقتی رفتم مصاحبه کار شرکت پریسا انفرماتیک، خودش دبدبه کبکبه مثلا اونجا واقعا همه زرنگ، زبر و زرنگ. الان من انتظار دارم برای خودش کسب و کار خودش، یعنی اینقدر زرنگ بود. خب قطعا الان زرنگ هست و من جسارت نمی‌کنم، ولی من الان دوستایی رو دارم که مثلا 30 سال تو همون جایی بودن که بودن، تخصصش هم بالا رفته ولی جرأت خروج نداره. این جرأت خروج را پیدا کردن با این روال منطقیه. خب بچه‌ها ما روزهایی رو در توسینسو در واقع گذروندیم که شما تصورشون سختیش رو کشیدیم که راحتیش رو هم داشته باشیم. واقعا استرس این رو داشتیم
استرس این رو داشتیم که پول پوشک بچه در میاد یا نه. خب دائما هر ماه فکر رو کردیم که ادامه بدیم یا ندیم. اصلا کسب و کاری که با درد و سختی ایجاد نشه فایده نداره. حالا من راجع به این بحث ذهنیت کارمندی، بچه‌ها نمیتونیم بگیم که من 20 سال اینجوری کار کردم یه دفعه بخوام بزنم. شما باید یک مقدار روحیتون رو هم متفاوت‌تر بکنید. خیلی‌ها میدونن چجوری از کارمندی خارج بشن اما ریسکش رو نمیپذیرن. پس پذیرفتن ریسکش خودش دنیای حرف داره. من پیشنهاد میکنم تو کانال این رشد پادکست ها رو گوش بدید. میتونه یه مقدار طرز فکرتون رو بهتر بکنه، مدیریت زمانتون رو بهتر بکنه، چون ما خیلی درگیر بهانه ها هستیم در زندگی تا کارایی. بریم ادامه ماجرا. حالا بچه‌ها این حرف قشنگیه. از 800 900 نفری که الان داخل این وبینار هستن احتمالاً 1% در آینده بتوانند کارآفرین بشوند. چرا؟ چون این مسیر برای یه عده نیست. اون که دنبال پول سریعه. بچه اصلا چیزی به نام میانبرد در دنیای واقعی وجود نداره. هرچی هم بچه چیزی جالب بهت بگم، اکثر اینفلوئنسرایی که داخل اینستاگرام میبینید 8شون گرو 9شونه. الان من فکر نکنید کسی 500 کا فالوور داشت الزاما الان ثروتمنده. اون زمان گذشت. الان آدمایی رو میشناسم 1 میلیون فالوور دارن اما در ماه نمیتونه 80 میلیون پول در بیاره ازشون. دنبال پول سریع نباشید. پول سریع وجود نداره. میانبر برای آدمای راحت طلبه. میتونید پیدا کنید. خدا رو شکر این چیزی که من هیچ وقت به کسی نمیگم زود به یه چیزی میرسی یا توی تاریخی به یه چیزی میرسی. پول سریع معنی نداره. من همین الان برند این رشدی که شما دارید میبینید شاید فکر کنید برای تفریح راه انداختم رو یک برنامه‌ریزی مثلا 3 ساله براش چیدم که آقا 3 سال بعد من یک برند توسعه فردی هم داشته باشم برای خودم که به حرفی برای گفتن داشته باشه و خلاهای بازار توسعه فردی رو هم خوب میدونم که وارد شدم یعنی من طی این 6 7 سالی که تو حوزه توسعه فردی و کارآفرینی و کسب و کار رفتم مطالعه کردم باگ اون رو پیدا کردم که اومدم یه همچین سیستمی رو انداختم و اطمینان دارم به کاری که داره انجام میشه. خب اون خلأ رو میخوام پر بکنم، باگی که پیدا کردم و میدونم ازش پول در میارم. بهتون به جرئت دارم میگم بیشتر افرادی که تو این حوزه هستن چرت و پرت دارن میگن. اصلا بازار موفقیت، فروش موفقیت، دنیای توهمات. من دیدید کتاب میشینم نقد میکنم، کتابایی که همه میگن عجب کتاب خفنی، من میگم این کتاب داره به روحیت، به کارآفرینیت توهین میکنه. خب شما شاید متوجه نشید. خب پس مناسب این افراد نیست. بچه اگر دنبال انگیزه شید این چیزا، ویدیو مثلا هر هفته نیاز دارید انگیزه بگیرید، این مسیر به درد شما نمیخوره. نمیدونم هفته پیش دیدید من با چه حالی اومدم یک 10 دقیقه کار کردم یا نه. من مسمومیت غذایی پیدا کردم هفته پیش، تب و لرز شدید گرفتم و وحشتناک حالم بد شده بود، چند روزی افتاده بود. ولی تو همین چند روز فقط روزی 10 دقیقه می اومدم یه کاری رو که جزء برنامه‌ام بود انجام میدادم. من دنبال انگیزه نیستم. یه ویدیو بود خیلی قشنگ بود، گفت do it bad, do it sad, do it angry. من میگم گفت انجامش بده. این آهنگ انگیزشی جدید گذاشتن، انجامش بده با درد، انجامش بده با بغض، انجامش بده. تو هر حالتی تو باید یه قدم برای اون مسیر برداری. من آدم انگیزشی نیستم. من آدم دیسیپلین و نظمم. یعنی میگم از امسال تا 3 سال دیگه برنامه‌ام این هستش. حالا تو اوج دوران جنگ 12 روزه بچه‌ها، اوج دوران جنگ 12 روزه من یک طرحی رو برای اون کسب و کاری که مربوط به کارخونه میوه خشک بودش نوشتم که همون باعث شد بعد از جنگ نزدیک 30% مثلا ما افزایش فروش داشته باشیم. مثال دارم میگم حتی تو اوج دوران یه همچین اتفاق. اهل قُر زدن هستی اصلا به درد این کار نمیخوره. بچه اگر من یکی از چیزایی که حالم به هم میخوره اینه که بشینیم دور هم، مثلا توی جمع اینجوری نمیرم، تا میشینی طرف شروع بکنه که وای دیدی دلار چی شد، وای دیدی طلا چی شد، وای فلان فلان شده، این قیمت این بود اون شد، حرومزاده ها فلان کردن، بی‌شرفا این کارو کردن. به من چه؟ من یک قانون برای خودم گذاشتم، قانون علت و معلول. من اگر در چیزی معلول هستم قُر نمیزنم. اصلا قُر زدن برای آدم موفق نیست. شکایت کردن برای آدم موفق نیست. من چیزی که میتونم تغییر بدم رو تغییر میدم، خودم رو. روشمو میتونم عوض کنم، بله. سرمایه گذاریمو میتونم عوض کنم، بله.
بودجه بندی رو میتونم عوض کنم، بله. سیستم غذا خوردنمو در ماه برای مدیریت مالی میتونم عوض کنم، بله. برای سلامتی میتونم فست فودامو کم کنم، بله. ورزشمو میتونم بیشتر بکنم، بله. هزینه‌های باشگاه من زیاد شده در ماه، ممکنه مثلا اینقدر بشه، میتونم کمش کنم، بله. جایگزینش میکنم با فلان چیز، میرم فلان کارو انجام میدم. مثال دارم میگم، قرض زدن اصلا توی همچین جمعی حالم بد میشه بخوام برم. یه خاطره بگم، ما توی مهرشهر میشستیم، یک آپارتمانی بودش، بچه‌ها خیلی پارتی میگرفتن، هر شب ما رو دعوت میکردن. ما اومدیم تا میومدن صحبت میکردن مثلا میگفتم فلان فلان شده، این ملکو خرید رفت. میرسید محمد، نظر تو چیه؟ گفتم خدا بیشترش کنه. دوباره میاد میگه فلان فلان شده، اینو خرید رفت بالا. نظر چیه؟ گفتم خدا بیشترش کنه. گفت تو چرا فحش نمیدی به دیگران وقتی اونا مثلا پولدار شدن فلان؟ گفتم مگه جیب منو زده؟ نوش جونش، یه فکر اقتصادی داشته، اومده زودتر از من، پولم داشته، سرمایه‌ام داشته، رفته خریده، نوش جونش. شوک شدن. چرا باید قور بزنم؟ مال اونه. رشد کرده، یه فکری داشته که من نداشتم، این کارو انجام دادم. و بچه اگر اهل فرار کردن از مسئولیتید، اصلا به درد این حوزه نمیخوره. من هیچ وقت از زیر بار مسئولیت در واقع شونه خالی نکردم. من تو خدمتم شدم سرباز نمونه استان. چرا؟ هر کاری بهم میسپردن رو به بهترین شکل انجام میدم، هر کاری هم بهم نمیسپردن میگفتم بدید به من انجام بدم. حالا مفصل نمیخوام بگم، ولی اینا به در شماست. اگر اینا رو میپذیری، واقعیت، اگه پس بزنیش این رو، این قانون طبیعتی که به شما میگم، لهت میکنه. خب بریم سراغ بعدی. 5 سال بعد 2 تا آینده دارید بچه‌ها. یه مسیر میسازید یا هیچ کاری انجام نمیدید. بازار شخصی و مشتریان وفادار میسازی برای خودت، درآمد جانبی پایدار رو به رشد میسازی برای خودت، انتخاب و آزادی قدرتشو داری، توی زندگیت روی زندگی و آینده مالیت کنترل داری. اما اگه کاری نکنی، هی تخصص یاد میگیری، تکرار بیشتری، حقوقت اسمی بالاتر میره، ارزشش با توجه به تورم میریزه، آشغال میشه. صبح تا شب استرس داری، این چی شد، اون چی شد، فلان شد. زندگیت وابسته به شرکت تورم، شرکت فردا به یه اخراجی، باید فکر کنی که چی کار بکنی و پشیمونی و حسرت. پس 5 سال بعدت اینه. حالا انتخابش با توه. امروز میتونی راجبش تصمیم بگیری. اینو نمیخوام اصلا بگم. واقعیت من یک کلاسی میخواستم برگزار بکنم، چون من یک بار این مسیر رو رفتم و کاراش انجام دادم. اینو من یک کلاسی میخواستم برگزار بکنم، وقتش نمیشه. یعنی تا این لحظه نشستم کلاس رو طراحی کردم ولی دیدم نمیشه. اسمش رو گذاشتم مستر کلاس خروج از کارمندی، که مثلا 10-15 ساعت بیام کلاس برگزار بکنم، حتی تو هر حوزه تخصصی بیام باگ هاش رو بگم، ولی منصرف شدم فقط اسلایدش رو ببینیم و ازش خارج بشیم. مثلا توی این مستر کلاس می‌خواستم مدل عملی خروج از کارمندی رو بگم، سیستم‌های درآمدی تکرار شونده رو بگم، واقعیت بازار بدون فیلتر رو بگم، بعد بیام نقشه راهش رو بگم و خطاهای پرهزینه. حالا چه چیزی نبود این مستر کلاس؟ ثروت یه شبه نبود، سخنرانی انگیزشی نبود، فرمول جادوییش نبود، داستان‌های موفقیت غیر واقعی نبود، میانبرم نبود. برای متخصصای آیتی طراحیش کردم. نتیجه نهاییش همین بود که یه مسیر مشخص برای ساختن زندگی مالی مستقل. چرا نمیخوام برگزارش کنم؟ چون امروز متوجه شدم که واقعا زمانش رو ندارم. و بچه‌ها من تمام این کتاب‌هایی که خوندم رو کاربردیش کردم. من به جای خیلیا نشستم خوندم و این واقعا تجربیات من بود. چه چیزایی ساختم؟ میخواستم یه کارگاه الان میگم ثبت نام بکنید که اینو دیگه فقط اسلایدش رو نگاه بکنید، چون فکر نمی‌کنم وقت کنم. که کارگاه بعدی میخواستم در واقع راجع به این صحبت بکنم که باگ بازارت رو چجوری پیدا بکنی و بیام 20 تا 30 تا مثال بزنم از اینکه چجوری باگ های الان، ببین انقدر باگ داره بازار. یعنی من اگر میخواستم کسب و کار جدیدی را بندازم، چون الان سرمایه‌ام درگیر یک کار واقعا تا دلت بخواد باگ داریم، میتونستیم روی این باگای نرم افزاری انرژی بذاریم. بازار کار واقعا به چه چیزایی پول میده، تفاوت مشکل واقعی و خیالی. بعضی اوقات چیزایی رو میشینی برای خودت طراحی میکنه، فکر میکنه ایده‌ات خفنه ولی میبینی براش پول نمیدن. و آره این بود. و 6 تا فاز بود. نقشه راه براتون تعریف کرده بودم که تبدیل به کارآفرین آره نمیشه گفت، ولی
بتونید برای خودتون یه کسب و کار راه بندازید. فاز 2ش بود بحث ساختن آفر و محصول و این چیزا و بازار شخصی چجوری بسازی، یه نقشه راه 90 روزه بود. سیستم درآمدی تکرار شونده چجوری درست بکنی و فاز 5 خروج امن. اینا دیگه بچه همینجوری میزنم بره دیگه، چون احتمالاً نمیرسیم برگزارش بکنیم. سرمایه گذاری هوشمندانه در آینده شغل. آره واقعا بچه یه چیز جالب بهتون میگم، این که گفتم 1 میلیارد هزینه کردم تا 3-4 سال گذشته برای دورها، واقعا ارزشش چند برابر اینا بود. الان این مستر کلاسی که مثلا گفتم برگزار میکنم ارزشش خیلی بیشتر از ایناست. چرا؟ چون شما الان دیگه بچه حقوق هلپ دسک تو تهران خیلی جاها تا 30-40 تومن راحت میرسه. واقعا ارزشش بی‌نظیر بود و 3 تا مسیر گذاشته بودم. گفتم مسیر یکی مثلا کل این پکیج رو میتونی با 5 میلیون مثلا بخری. چند جلسه بود؟ 6 جلسه بود. کلش 5 تومن. بعد گفتیم مسیر 2 پرداخت ماهیانه، یه ورودی میدی 2500 هر ماه 1 تومن مجموعاً نه، و یه دونه هم که هر جلسه رو جدا بیای 2500 بخری که هر جلسه مثلا یه کد تخفیف هم براش گذاشته. اینا از این بسه. خب من چت رو باز میکنم، بریم سراغ در واقع ببینیم نظرات چطور بود و یه گپی بزنیم و بعد ازتون خداحافظی بکنیم. خب نظرتون چطور بود؟ تلنگره خورد بهتون؟ خودم ضبط کردم بچه‌ها، میذارم رکورد کردم چون بالای 800 نفر آنلاین شدم، میذارم داخل چیز، نیازی نداره. ولی اگر کسی واقعا داشت اوکی بودش. شبتون بخیر بچه‌ها، امیدوارم کیف کرده باشید. همین دیتایی هم که امشب گرفتید کافی بود. امیدوارم که هر جا هستید موفق باشید. شبتون بخیر.